ساکنان اسفره با ارسال یک ویدیو به اداره پایگاه خبری بامداد خبر دادند که روز 11 می در این منطقه باران سخت بارید و در پی بارشات سیل سخت آمده پول راه اساسی اسفره چارکو وارخ را در دیه سرخ پوره کنده برده است. این پول یا کوپرک در موضع تنگی سرخ ساخته شده بود. ساکنان میگویند از سبب زیاد شدن اهالی حالا مردم در بر سیل راه خانه ساخته زندگی دارند. هواشناسان تاجیک از قبل گفته بودند که دست کم تا پایان هفته روان یعنی از 10 تا 16 ماه می سال 2022 در قلمرو جمهوری آب و هوای نامساعد همراه با باران‌های پرشدت، شمال سخت، ژوله، رعد و برق در نظر داشته شده در پی این آفت‌ها خطر سیل‌های خرابکار، لغزش ترمه، یرچ، ریزش سنگ وجود دارد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده در این رابطه از اهالی خواستند که در این روزها از رفتن برای جمع‌آوری ایزام، علف‌های دورواری، زنبوروغ، چارواچرانی، ماهیداری و شکار حدالامکان خودداری کرده در انتخاب چراگاه برای چراندن چاروای خود نیز از احتیاط کار بگیرند. همچنین از شهروندان خواسته شده است که جویبارها و سیلراه‌ها را از هر گونه خس و خسپاره‌ها سنگ و ریگ تازه کنند.